کتابخانه ولایت عمومی سوخت به نام تاشقی سیری 105 ساله شد، زیرا آن 105 سال مقدم سال 1917 بنیاد و مورد استفاده قرار گرفته است. سالهای اولی تأسیس یابی در کتابخانه مذکور 123,000 نسخه کتاب‌ها موجود بود. حالا باشد شماره آن در این کتابخانه عمومی بیش از 5 مرتبه زیاد گردیده است. به این مناسبت مأموریت کتابخانه نقشه دارد که در تعطیل تابستانه برای هوسمندگردانی خوانندگان آزمون بهترین خواننده کتابخانه را برگزار می‌کند. گذراندن این محفل خوانندگان را بیشتر به کتابخانه جلب می‌نماید. از زمان تأسیس یابی تا به امروز کتابخانه محصول خود را غنی گردانید. حالا در این بارگاه 21 شعبه و اینجوری 9 فیلیالی کتابخانه موجود میباشد. کارمندان کتابخانه همه روزه برای خانه گردانیدن طلبات خوانندگان به روز استراحت فعالیت میبرد. همه ساله برای خریداری نمودن کتاب‌های نو از بودجه ولایت زیاده از 20,000 تومانی جدا کرده می شود. سال روان نیز با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و ریاست فرهنگ ولایت 6,881 نسخه کتاب‌های تازه نشر خریداری کرده شده است. در ولایت 362 تا کتابخانه‌های نظامی فرهنگ عمل می‌کند. از سبب آنکه که کتابخانه مذکور کتابخانه مرکزی است، کتاب‌ها را به تمام کتابخانه‌های شهر و نواحی ولایت دسترس می‌کند. دلار کودکان مثلا 13,406 نسخه کتاب ها موجود می باشد، هم به زبان روسی هم به زبان تاجیکی می باشد. غیر از این باز چند نقطه کتابجویی داریم که در گرد اطرافیانه با مؤسسه های در گرد اطرافیانه همکاری می نماییم. اینچنین در وقت های استراحتگاه ها به هر یک مؤسسه رفته اون کتابایی که از طرف مؤلفان تحفه میگردد یا خریداری می نماییم رفته به اونجا معرفی نموده ایستاده میخوام میکنیم که تا که خواننده به کتاب جلب گردد، به کتابخانه اومده از این کتاب ها استفاده بره. حالا که تعطیل تابستان است، شماره خوانندگان نسبت به موسم تحصیل زیادتر می باشد. حسنی الله کامیلوف یکی از خواننده فعال این کتابخانه می باشد. وی در صنف 8م تحصیل می نماید. میگوید وقتی خالی خود را در کتابخانه میگذراند، زیرا به مطالعه کتاب‌های گوناگون مروق دارد. بعضی خواننده‌ای که میگویند که مثلا اون کتابی که واقعا نمیدونم مطالعه چی میدونم، حرکت میکنیم که همین خیلی هر یک کتاب توصیه میدیم که خواننده شوق پیدا کند. وقتی که خواننده این کتاب رو گرفته مطالعه میکند میگوید که معلومه عزیز اگر شود اگر غیر از این باز 1 2 3 نموده دیگر کتاب مطالعه توصیه دید که من گرفتم اون رو استفاده برم. و این چنین با بسیارتر در همین شعبه در خود می کتابخانه محفل‌ها گذرانده میشد، محفل‌های افسانه‌خوانی، محفل‌های شعرخوانی و میکنیم که تا که خواننده شوق و رغبت پیدا کند نسبت به کتاب مطالعه نماید. وقتی که غالب میبینم این هم اساساً که از طرف ما تحفه گذار این کتاب است، ها هوسمند کنید این چیزی مقدس ترین کتاب است و خواننده ها هر یک کس کتاب تحفه میدیم که تو که کم ترکه کند نسبت به کتاب شوق و رغبت پیدا کنه مهربانده. من سال جاری به این آزمون فروغ سویدانی اشتراک کرده در دور شهری سزاوار جای دوم گشتم و من باز کوشش میکنم تا اینکه بسیار کتاب خوانده با سزاوار دیگر جایهای زیاد کردم. من باشم در این وقتهای تعطیل به این کتابخانه آمده وقتی پرقیمتی خود را به خواندن کتاب‌ها صرف میکنم و به همسالان خود توصیه میکنم که تا اینکه آمده همراه ما کتاب خوانند و همنشین کتاب کردند. من عین حال از جمعیت ادبیات جهان زیاد از 50 تا نامگاه کتاب‌ها را با 3 زبان خوانده مطالعه کردم، از قبیل تاجیکی، روسی و انگلیسی. و الحال باشد من کتاب‌های روسی را خوانده ایستادم که آنها همچون از دیگر دولت‌های روسیه که آن دولت‌ها شاعر و نویسنده‌هاشون خیلی بسیار است و آنها باشند و من خیلی پسند هستند. برابر حسنی الله کامیلوف چندی از دوستداران به تالار خوانش کتابخانه آمده کتاب‌های بدیعی می‌خوانند تا مهارت کتابخوانی و سخنوری در آنها رشد کند. برای این گروه در کتابخانه شرایط فراهم آورده شده است. در تالار کودکان و نورسان کتاب‌ها با زبان‌های تاجیکی و روسی دسترس خوانندگان است. آنها از آن به پرداختی مبلغ می‌توانند استفاده نمایند. من رحمت و محفوظ خان هستم. خواننده صنف 6 ا ناحیه باباجان غفوروف هستم. من در کتابخانه تاشقی اسیری هر روز می آیم و من بسیارتر در این کتابخانه کتاب‌های ادبیاتی بچگانی جهانی را مطالعه می کنم. من می خواهم در فروغ سوپی دانایی کتاب است اشتراک نمایم.
کتابخانه ولایتی عمومی تاشقرغ جسیری بیش از یک عصر اینجا وظیفه خود را اجرا می‌کند. آن برای رشد تفکر جامعه سهمگذار است. زیرا در اینجا بجز از کتاب‌های بدیعی و علمی، اینجوری تاریخی محفوظ نگاه داشته می‌شود. هر نفر نوابسته از دانشمند و عنوانجو بودن می‌تواند از این کتابخانه تاریخی ولایت که در مرکز شهری خود جایگیر است بهره برد. گزارش رزگل الچیبایزاده، نسیم رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.